امروز داستانی را برای شما بازگو می کنم که پر از رمز و راز و معما است. داستان شگفت برانگیز. داستان پیامبری از بزرگترین پیامبران بنی اسرائیل با یک مرد مبهم و ناآشنا. داستان موسی و خضر. داستان خضر که در کتب آسمانی و سماوی و در اسناد تاریخی اختلافات زیادی در ارتباط به این شخصیت وجود دارد. خضر کیست و اسم حقیقیش چیست و عمرش چقدر است؟ اصل و نسبش چیست؟ از فرزندان چه کسی است؟ اکنون کجاست؟ آیا زنده است یا وفات کرده؟ در این کلیپ بیننده باشید. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین. دوستان عزیز، امروز در ارتباط با داستان حضرت موسی علیه السلام و حضرت خضر علیه السلام صحبت میکنیم. در تلمود تورات از دو شخصیت مقدس و بزرگواری نام برده شده است که یکی یوشع ابن لاوی است و دوم الیاس که میگویند الیاس همانا خضر علیه السلام است. و در کتاب متی انجیل نیز موارد در ارتباط با حضرت خضر علیه السلام و شخصیتش ذکر شده است که مشابهت بیشتر با تلمود تورات دارد. و همچنان موارد را در ارتباط با شخصیت فریدون در شاهنامه فردوسی میخوانیم، در اون عصر که زرتشت یا زردشت در بلخ ظهور میکنه. میگویند که فریدون همانا خضر علیه السلام است. والله اعلم. در کتب مختلف اسناد تاریخی در ارتباط با شخصیت حضرت خضر علیه السلام موارد ذکر شده است که علمش به نزد الله متعال واضح و آشکار است. و اما در ارتباط با سلسله نسبش ابن کثیر در البدایه و النهایه میگوید خضر علیه السلام از فرزندان قابیل و همچنان ذکر شده است که او از فرزندان شالخ ابن سام ابن نوح علیه السلام است. تاریخ نویسان نوشتند که او از فرزندان عیسی ابن اسحاق ابن ابراهیم خلیل علیه السلام است. و بعضا ادعا کردند که خضر از فرزندان فراعنه است، اما طوری که فرعون موسی رامسس دوم نام داشت، قبل از او فراعنه‌ای که گذشته است خضر علیه السلام از فرزندان ایشان می باشد. آیا او پیامبر است یا از بندگان صالح الله متعال؟ قبل از این که بپردازیم به این مورد و همچنان به این بحث که آیا او زنده است یا خیر، بیاییم به قرآن و احادیث از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مراجعه کنیم. در سوره مبارکه کهف از آیه 60 به بعد در ارتباط به سه شخصیت صحبت شده است. بلخص شخصیت موسی علیه السلام و خضر علیه السلام و اون نوجوانی که یوشع ابن نون نام داره که شاگرد حضرت موسی علیه السلام است. در بخاری، مسلم و ترمذی و مسند امام احمد روایت است. مراجعه میکنیم به حدیث ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مهربانی میکنند روز حضرت موسی علیه السلام در جمع بنی اسرائیل، در میان بنی اسرائیل خطبه بلیغ ارائه میکرد که قلب های فرزندان اسرائیل نرم شده بود و دیدگانشان پر از اشک. بناهگاه مردی بلند شد و از این خطبه بلیغی که حضرت موسی علیه السلام ارائه داشته بود و به وجد آمده بود، آمد در کنار موسی علیه السلام نشست. گفت ای کلیم الله، آیا در روی زمین کسی است که نسبت به تو علمیت بیشتری داشته باشه؟ یعنی فهمیدگی بیشتری داشته باشه، درایت بیشتری داشته باشه؟ آیا کسی است؟ چی کسی از منزلت علم و از منزلت دانایی در رده اول است؟ موسی علیه السلام گفت انا، من
یعنی نسبت به من دیگر کسی در علمیت و فهمیدگی و درایت چیره دستتر نیست. به سبب این سخن حضرت موسی علیه السلام الله متعال گویا که او را مورد عتاب و مؤاخذه قرار میده. الله متعال با موسی علیه السلام وحی میکنه که ای موسی، تو در دانایی و در فهمیدگی چیره دستتر نیستی. در مجمع البحرین بنده ای از بندگان صالح ما را خواهی یافت که نسبت به تو درایت و دانایی بیشتر داره. موسی علیه السلام چون این وحی را دریافت کرد، وجودش به وجد آمد که این شخصیت کدام است که نسبت به من در فهم و در علم چیره دستتر است. یوشع ابن نون شاگردشه که اکثرا بر این قول هستند که او نیز بعدن الله متعال با وحی میکنه یا از جمله انبیاست. علی کل حال یوشع ابن نون با خود به امراه میگیره و حرکت میکنه به طرف مجمع البحرین. مجمع البحرین یک قطعه جغرافیایی بزرگی بود که حتی یک ماه از یک قسمت به قسمت دیگهش مسافرت میکردی اون مسیر طی نمیشد. حضرت موسی علیه السلام این همه راه طولانی و در حالی که مشخصات از اون مردم چیزی در دسترسش نیست و یک سفر گویا به شکل مبهم است، از الله متعال خواست که نشانه به او قرار بده که نشانه در یافتن اون مرد چی چیزی است. الله متعال با موسی علیه السلام گفت که با خودتان ماهی، البته که این ماهی سرخ شده بود، بردارین و چون به مجمع البحرین و اون قسمتی که گویا خضر علیه السلام موجود است برسین، الله متعال روح در جسد این ماهی روحش باز میگردانه و زنده میشه و شما بفهمین که به مجمع البحرین به اون موقع رسیدین. علی کل حال موسی علیه السلام بعد از مسافرت سفر طولانی و خستگی های زیاد که هنوز نتونسته به مجمع البحرین برسه یا به اون موقعیتی که در واقع الله متعال به او دستور داده است، سفر طولانی داشته با شاگردش یا با همصحبتش یا همراهش یوشع ابن نون. وقتی که به مجمع البحرین میرسن، البته به نزدیکی مجمع البحرین میرسن، در صخره موسی علیه السلام از خستگی زیاد خوابش میبره. یوشع ابن نون به ناگاه نگاه میکنه که ماهی که الله متعال، ماهی سرخ شده که موسی علیه السلام با خود آورده بود، به دستور الله متعال بالت اولی باز میگرده، گویا روح به جسدش بازگشته است و خود می اندازه به بحر و به طریق عجیب رای بحر در پیش میگیره. یوشع ابن نون نگاه میکنه که به ناگاه ماهی سرخ شده ای که موسی علیه السلام با خودش به دستور الله متعال آورده است، روح باز میگرده به او و خودش میاندازه به بحر و به طور عجیب رای بحر در پیش میگیره. یوشع ابن نون چون نگاه میکنه با موسی علیه السلام که خواب است، با اون مزاحمت نمیکنه، درنگ میکنه تا اینکه موسی علیه السلام از خواب بیدار شود. چون موسی علیه السلام از خواب بیدار میشه، یوشع ابن نون فراموش میکنه که داستان یا قضیه رفتن ماهی بازگو کنه. موسی علیه السلام پس مسافرت ادامه میتن تا ای که متواقی روز و همچنان شب مکمل مسافرت میکنن. آنقدر خسته شده است که به این نوجوان کمرایش است، به او میگوید که غذای ما را بیار، بدون شک که خستگی زیاد از این مسافرت متحمل شدیم. البته با اون ماهی حضرت موسی علیه السلام توشه رای خدا نیز با خود آورده بود. یوشع ابن نون چون هم توشه را که با خود داره را باز میکنه که غذا را آماده کنه، به ناگاه به یاد اون ماهی میفته که با خود آورده بودن و به طور شگفت انگیز طریق بحر در پیش گرفته بود. با موسی علیه السلام میگه که ای پیامبر الله، من فراموش کردم قضیه دیروزه که ماهی را که با خود آورده بودیم به طور عجیب روح به او بازگشت و به بحر راه یافت و رفت. حضرت موسی علیه السلام در سوره مبارکه کهف میخوانیم، به این نوجوان میگه این همان جایی است که مطلوب و منظور ما است. فرتد علی آثارهما قصصا. بعد
از همان راهی که آمده بودن قصه گویا باز میگردن به اون محل، یعنی جستجو کرده و با هم صحبت کرده، پس به اون محلی که ماهی گویا رفته بود به اون محل میاین. به ناگاه مردی را میبینن که چپن سبز رنگ بر گرد خود پیچانیده است و بروش هم پارچه از تکه است و خواب است. موسی علیه السلام طریق ادب رعایت کرده در کنارش می‌نشینه تا بیدار شود. حضرت این فرد که حضرت خضر علیه السلام است، چون بیدار میشه موسی علیه السلام به خضر میگه که السلام علیکم، سلام الله متعال بر تو باد، درود الله متعال، سلامتی الله متعال بر تو باد. خضر علیه السلام پاسخ سلامش میده و میگه عجبا، آیا در این سرزمین نشانه از صلح و سلام، یعنی سرزمینی که کفر و گناه و عصیان و شرک و این موارد است، این سلام. بعد موسی علیه السلام میگه تو کی هستی؟ میگه من موسی. خضر علیه السلام میگه موسی بنی اسرائیل، یعنی موسی که فرستاده شده برای هدایت بنی اسرائیل. حضرت موسی علیه السلام میگه بله من هستم. بعد موسی علیه السلام به حضرت خضر میگوید که آیا اجازه میفرمایی که من از تو متابعت و پیروی کنم و آن چیزی را از علم و درایت که الله متعال بر تو داده و نصیب کرده است مرا بیاموزانی و من بهره ببرم؟ این نشان دهنده ادب و خوش برخوردی حضرت موسی علیه السلام در ارتباط به این مردی است که وجودش مملو از علم و دانش است و مثل کهکشان ها. بعد خضر به موسی علیه السلام میگوید که تو در برابر آنچه که من انجام میتم صبر نمیتونی. یعنی حضرت خضر علیه السلام به موسی میفهمانه که قسمی که ما در روایت داریم، خضر به موسی علیه السلام میگه الله متعال بر تو علم داده است که به نزد توست و علم داده است که به نزد من است. آن چیزی را که من انجام میتم شاید در برابر از اون نتونی صبر کنی و صبر از کفتی. حضرت موسی علیه السلام به خضر میگوید که انشاءالله مرا صابر خواهی یافت. کوشش و تلاش ما میکنم که هر آنچه که تو انجام بدی در برابرش تسلیم باش. بعد میپردازن به مسافرت، به کشتی مینشینن و اهل این کشتی انسانان بسیار خوش برخورده هستند، چون حضرت خضر علیه السلام هم میشناختن، رایشان میده، در بهترین قسمت کشتی مینشانشانه و میگوین که از این دو نفر اجورت نگیرین بابت حملشان از این قسمت ساحل به قسمت دیگه ساحل. چون حضرت خضر علیه السلام با موسی علیه السلام مینشینن، رسول الله صلی الله علیه و سلم مهربانی میکنن که پرنده یا گنجشکه که میایه و منقار خود در آب میزنه و 2 قطره از آب مینوشه. حضرت خضر علیه السلام با موسی میگوید که ای موسی، آیا میدانی علم و دانش ما و علم و دانش تو در برابر دانش الله متعال به مثل اون قطراتی است که این 2 قطره ای است که اون پرنده از آب این دریا گرفت. یعنی علم الله متعال بر همه چیز احاطه کامل داره و بر همه چیز علم و دانش و حکمت وافر داره. بعد حضرت خضر علیه السلام از جایش بلند میشه و 2 تخته از تخته های کشتی را میکنه و دور میاندازه. موسی علیه السلام چون میبینه متعجب میشه، به حضرت خضر میگه که در برابر احسان و نیکوکاری اهل این کشتی آیا این بدرفتاری کار درست نیست؟ دقت کنین، چون موسی علیه السلام پیامبر بزرگوار از در بنی اسرائیل که همیشه با امر و نهی عادت کرده است و هر جایی که عمل خطا و اشتباه و خلاف شرع میبینه با دستان خود در مرحله اول کوشش میکنه که مانع شود و الا این که با زبانش. بعد حضرت خضر علیه السلام به موسی علیه السلام میگه که آیا نگفتی که من در برابر آنچه که تو انجام میتی صبر میکنم و هیچ چیز پرسان نمیکنم؟ حضرت موسی علیه السلام به خضر میگه که این بار بر من ببخش، فراموش کردم تعهد را که با تو بسته بودم. از کشتی پایین میشن و میرسن به یک محله‌ای که یک نوجوانی است که هنوز به دور بلوغ نرسیده است، با کودکا بازی میکنه.
و ناگاه خضر علیه السلام دست این کودک میگیره، به کناره میبره و سرش از تنش جدا میکنه. موسی علیه السلام چون نگاه میکنه که استادی بزرگوار دارای چنین علم و دانش دست به چنین یک عمل ناروا زده است، بعد حضرت موسی علیه السلام به خضر میگه قال اقتلت نفسا زکیه بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا. آیا نفس پاکیزه را بدون ارتکاب کدام جنایت کشتی؟ این چه یک عمل زشت و ناروایی است. حضرت خضر با موسی علیه السلام میگه آیا تو تعهد نکرده بودی که هر آن چیزی را که من انجام بدم تسلیم باشی؟ حضرت موسی علیه السلام مهربانی میکنن که بعد از این اگر ایراد بر اعمالت گرفتم بعد از ما جدا شو. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مهربانی میکنن که بار اول از روی فراموشکاری موسی علیه السلام ایراد گرفت و خضر به خاطر که فراموش کرده بود پذیرفت، و بار دوم چون خضر علیه السلام موسی علیه السلام با خضر شرط میمونه، حضرت خضر میپذیره. یعنی بار اول سببش نسیان فراموشکاری است و بار دوم سبب شرط است که موسی علیه السلام شرط گذاشته است اگر من بعد ایراد گرفتم بر اعمالت باید از من جدا شو. تا اینکه برای خدا ادامه میدن به قریه میرسن. اهل این قریه انسانان بسیار بخیل و تنگدست و ناسپاس و به حرمتی هستند، چون در آیین پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و آیین قبل از او مهمانی چون می آمد نه از طریق من باب سنت یا مستحب بودن، من باب وجوب، یعنی این امر در آیین پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نیز واجب است. رسول الله صلی الله علیه و سلم مهربانی میکنن که هر میمانی که به منزل شما میآید، در کل رسم مردم در اون دوران همی بود، تا 3 شبانه روز از اون میپرسیدن به خاطر چی چیز آمدی، او را اکرام میکردن، پذیرایی میکردن و حرمتش نگه میداشتن. حضرت موسی علیه السلام گرسنه است و از این مردم میخواد که در واقع از این 2 نفر پذیرایی کنه، مخصوصا حضرت خضر علیه السلام که همراه موسی علیه السلام است. اما اهل این قریه بسیار بدرفتاری میکنن و این 2 را از قریه کش میکنن که بیرون کنن. موسی علیه السلام در برابر این امر که در واقع واجب بود و اینا حرمت شکنی کردن ناراحت میشن، تا ای که به جایی میرسن که یک دیوار است در حالت فرو ریختن. حضرت خضر علیه السلام شروع میکنه به بازسازی این دیوار و موسی علیه السلام نیز دستور میده که با او کمک و همکاری کنه تا اینکه قامت این دیوار راست میکنه. موسی علیه السلام ایراد میگیره و حضرت خضر میگه این چی کاری است که تو میکنی؟ اهل این قریه مردمای ناسپاس هستند، مردمای متعدی و عصیانگری هستند. آیا در برابر بدرفتاری اینا کار نیک کنیم در حقشان؟ حضرت خضر علیه السلام با موسی میگوه که اینجاست که من و تو باید از هم دیگر جدا شویم. اما اون 3 مورد را که یا 3 قضیه را که 3 حادثه را که تو نتانسته در برابر از او صبر کنی، بر تو از روی اون رمز و راز و معما پرده برمیدارم. و اما در ارتباط با اون کشتی و سفینه که ما نشستیم، ما او را عیبدار کردم. دلیلش این بود که صاحبان این کشتی مردمان نیکوکار، احسانگر و فقیری بودند و اون طرف ساحل پادشاه ظالم و ستمگری بود که هر کشتی را چون میدید که عیب نداره غصب میکرد. ما خواستم که کشتی را عیبدار کنم چون چشمش به این کشتی بیفته که عیبدار است و از غصبش صرف نظر کنه. و اما در ارتباط با اون فرزندک که به قتل رساندم، دلیلش این بود که پدر مادرش انسانان نیکوکاری بودند و الله متعال علمیت بینش و دانش برمه داد که چون این فرزند قامت بلند کنه اعمال انجام میده که جز غضب الله متعال و جز خشم و چیزی دیگه به همراه نداره و گذشته از اون پدر مادرش اعمال این فرزند تایید میکردن، چون پدر مادرش انسانان صالح و نیکوکار بودن و تایید عمل خلاف سبب این میشه که انسان در اون جنایت شامل شود. من این نفس از بین بردم تا اینکه از یک جهت این فرزند که هنوز بالغ نشده است واجب بهشت شود، یعنی داخل بهشت شود. دومین که پدر مادرش
از گناه و تعدی باز بداره که پدر و مادرش نیز این جنایات شامل می شدن. و سوم این که به سبب صبر و ابتلا الله متعال درجات نصیب اونا کنن. و چهارم این که الله متعال فرزند و بدیل بهتر به این پدر و مادر نسبت به این فرزند بده. یعنی آن چیزی را که من انجام دادم از جهان غیب بود که الله متعال در قلب من وحی کرده بود. سبب نجات فرزند، سبب نجات پدر و مادر و رفع درجاتشان شد. و اما مورد سوم، اون دیوار را که قامتش راست کردم، دلیلش این بود که در زیر این دیوار گنجی بود، مال یتیمانی که پدر مادرشان انسانان صالح و نیکوکاری بودند و اگر این دیوار می افتاد مردم نهایتا متوجه گنج می شدن، او رو بیرون می کردن و غصب می کردن. الله متعال پروردگار تو چنین مقدر کرده بود که این فرزندکان یتیم به دوران بلوغ برسن، بزرگ شوند و گنجی را که پدر و مادرشان به زیر این دیوار دفن کرده است بیرون کنن، رحمتی باشه از جانب پروردگار تو. این بود تأویل اموری که تو نتونستی در برابر آن صبر کنی. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مهربانی میکنن که الله متعال موسی را شامل رحمتش کنه، کاش صبر میکرد تا موارد زیادی را امروز از طریق وحی ما از اعمالی که حضرت خضر علیه السلام انجام میداد به ما میرسید و ما میآموختیم. دوستان از این بود داستان خضر علیه السلام در سوره مبارکه کهف از آیه 60 تا 22 آیه میتونین به طور مفصل مراجعت کنین و بخوانین که هر کس در بین دو جمعه این سوره را بخونه سبب این نوری از کلام متعال با او قرار میده، بینش از کلام متعال با او قرار میده. و اما دو سوال دیگه ای که آیا حضرت خضر علیه السلام پیامبر بود؟ یک و دوم دیگه این که آیا تا اکنون زنده است یا خیر؟ به این میپردازیم. حضرت خضر علیه السلام پیامبر بود یا خیر؟ جمهور علما و مفسرین به این قول هستند که بله، یعنی بیشترین آرا به این است که خضر علیه السلام پیامبر بود. دلیل اول این که از جهان غیب الله متعال او را مطلع ساخته بود و جز انبیا کسی دیگه به جهان غیب نمیتونه که دسترسی پیدا کنه. و دلیل دوم این که الله متعال به او وحی میکرد و وحی جز به انبیا به افراد اشخاص دیگه نمیشه. علی کل حال دلایل هم است که از جمله بندگان صالح الله متعال بود که پروردگار در قلب او الهام میکرد و بنده بود مملو از حکمت. سوال دوم، آیا حضرت خضر علیه السلام زنده است یا خیر؟ در قرآن الله متعال به پیامبرش مهربانی میکنن که بر هیچ بشر سزاوار نیست که زندگی جاودان داشته باشه. اگر تو بمیری آیا آنان زندگی جاوید خواهند داشت؟ با استناد به این آیه از کلام الله مجید و آیه که هر زنده جان طعم مرگ میچشه، مفسرین به این نظر هستند که حضرت خضر علیه السلام وفات کرده است. ولی دیدگاه دیگه نیز وجود داره و او این که حضرت خضر علیه السلام همه ساله با حضرت الیاس علیه السلام که یکی در بر است یکی در بحر به مراسم حج شرکت میکنند و دو پیامبر در آسمان حیات است که یکی حضرت عیسی علیه السلام است و دومش حضرت ادریس علیه السلام، یعنی دو پیامبر در زمین و دو پیامبر در آسمان. ولی این مورد از موارد ضعیف است که یک سری از مفسرین مخصوصا اهل تصوف با او استناد میکنند. پس در اسناد تاریخی اسلامی مبهمترین شخصیت و پر رمز راستترین و با معماترین شخصیت حضرت خضر علیه السلام است. علما در ارتباط به این شخصیت بزرگوار به دو دسته تقسیم شدند. یک دسته افراد اشخاص هستند پافشاری به این میکنند که حضرت خضر علیه السلام زنده است تا وقتی که از حضرت مهدی منتظر ظهور میکنه. و جالبتر از این که روایت را میارن از حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه در ارتباط در باب المسیح الدجال که فرد از مدینه منوره به نزد مسیح الدجال میایه و چون ادعای خدایی کرده است از او پرسان میکنه نشانه چی است؟ مسیح الدجال میگه من مرد را زنده میکنم دوباره در واقع به قتل میرسونم دوباره زنده میکنم. و همین مرد میگه آیا اگر تو را به قتل برسانم دوباره زنده کنم اقرار میکنی که من خدای تو هستم؟
این مرد میگه خب این کار بکن. بعد این مرد سر میبره، دوباره پس اشارت میکنه و سرش به تنش میچسبه و حیات پیدا میکنه. و مسیح الدجال با او میگه آیا اقرار میکنی که اکنون خدای تو هستم؟ میگه نه، من نسبت به دفعه قبل با این بیشتر مطمئن شدم که تو دروغگوی بیش نیستی، تو خدا نیستی، تو دجال هستی که پیامبر محبوبمان از تو خبر داده بود. محدثین میگن این فرد امانا خضر علیه السلام است. و دسته دوم افراد اشخاص هستند که میگویند حضرت خضر علیه السلام وفات کرده است و بعد از رسول الله صلی الله علیه وسلم استثنا حضرت عیسی علیه السلام پیامبر در روی زمین نیست. علم به نزد الله متعال محفوظ است. در قسمت پایانی این کلیپ دوستان عزیز شما حتما کانال سابسکرایب کنین و داستان خضر و موسی علیه السلام به سبب تقاضای شما که در کامنت ها نوشته کرده بودین انتخاب شده بود. داستان بعدی از کدام پیامبر باشه حتما در کامنت بنویسید.